الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، برنامه‌ای که من امروز برای شما جدا کردم، من از دو قسم کردم. قسم اولی او که در اولش حدیثی را برای شما دقیقه های زیاد در معنا کردم که خیلی که تاکید کردم که بسیار برای امروزه ما، برای این ساعت ما شنیدن این حدیث ها بسیار مهم است. از این لحاظ من در این قسم دوم این برنامه برای شما یگان پیش گفتاری نمی کنم، زیرا که سوال های زیاد در پیش دارم. فقط میایم به سر سوال ها و انشاءالله جواب هایی که آماده هستند. میایم خواهران دادرای عزیز به سر سوال هایی که در پیش من هستند. بابای حاجی نکاح را همه شخص کرده می تواند یا تنها داملا ایشان و شیخ ها می کنند؟ یعنی نکاح را سوال کردن این دادر است، خواهر است که آیا فقط باید داملا یا ایشان یا یگان مقصد شیخ است یا نفری مثال اهل علم میکند یا هر نفری هم نکاح را کرده میتواند؟ برادران عزیز و گرامی، بهتر و خوبترش این است که نکاح را یک نفری که حقیقتا علم داشته باشد و دانشمند باشد، بازم این تقوا داشته باشد، این نفر نکاح کند بهترین می شود. چگونه که در کتاب ها میگد مرده را اگر یک نفر آدمی صالح، یک آدمی بگیم که نیک وقتی میشوید یا را یک آدمی صالح خوب کفن میکند یا تابوت او را میبردارد، همه اینها به نفع همون آدمی مرده است. یا در دنیا ببین با یک آدمی دانشمند وقتی که مینشینی چقدر ثواب میگیری. شاعرها میگه به دانایان دمی ارزد جهانه، نه ارزد صد سری نادان بنانه. با آدمی دانا نشستن ارزش دنیا را دارد. برای همین نکاح هم که عبارت بسیار از یک سنت زیبای پیامبرمان است. اگر انمون داملاهای گفتگید، ایشانهای گفتگید، شیخهای گفتگید، اینها بیایند و اینها نکاح کنند، اینها دست بردارن برای زندگی خوبی تو دعا کنند، البته نور بالای نور میشه. بهترین هم همین است که منم توصیم هم همین است که همین نفرهای آدمای صالح و دانشمند نکاح را کنند، انشاءالله خیر خوب است. به نزدیکی خدا خواهد پسردار می شوم. می توانم یک گوسفند در روسیه، یک گوسفند دیگر در تاجیکستان پدر و مادرم ذبح کنند و گویند که در چند روز باید عقیقه کنیم. نفرهایی که می خواهند گوسفند ذبح کنین موافق به سنتی که معین شده است، روز هفتم روز ذبح همان گوسفندا است. یعنی برای بچه دو گوسفند، برای دختر یک گوسفند. شما در کجایی که اگر اینها را ذبح کنین فرق ندارد، همه جاش انشاءالله نزد الله مهربان قبول است. فقط حرکت کنین که همون گوشت ها را آدمای کمبغل و نادار و
بیچاره را بتین در حق فرزندتان دعا کنند. همچنان در برابرش مقصد موی سری او را تراشیدن به وزن او، یعنی شاید 50 سامان شاید 100 سامان می شود، او را هم در یک بیچاره و ناتوان دادن و همچنان پیش یک اهل علم برده و او را تحنیک میگن، یک خرمای اصل در مثال دهن کودک شیرین میکنن و بعد از آن در حقش دعا میکنن و نام خوبش میگذارن. یعنی اینها همه باید تا 7م روز باید انجام شد. در 7م نشید 14م، 14 نشید 21. تا همین روزه ما میتونیم که یعنی این کارهایی را که برای نوزاد انجام تیم در همین مدت ما میتونیم این کارها را انجام تیم تا آن ثوابهایی که در حدیث آمده است انشاءالله برخوردار شویم. سوال دیگر، دو همسایه با هم جنگ می شوند، یک تاش خوب هست یکی دیگرش بد است، ما در همین جا به هر دویش یک رفتار کنیم یا با خوبش خوب و با بدش بد؟ البته به البته برادران و خواهران عزیز، هر یک همسایه که ما داریم خواه خوبن خواه بدن، در عوض بدی بدی نیست. شما حرکت کنید که با انسانهایی که مقصد بسیار بدسیگالن، بد نیتن، بد فعلن، شما هم خودتان با اونها همرنگ نکنید. شما هم خودتان مقصد از زمره اونها نکنید. شما برعکس به خدای مهربان پناه طلب کنید که الله مهربان شما را از زمره مقصد نفری که بدسیگال و بدفعل و بد سخن و بد رفتار است شما را از زمره او نگرداند. لیکن با همه اینها برادر عزیز رفتاری نیک کنین، گفتارهای نیک کنین، مصلحت تین، انشاءالله از خدا امید است که شما در این عملهاتان پیش خداوند پاداش بگیرید. خب در حق نصرانی ها دعای نیک کنی از دین خارج می شوی یا نه؟ یعنی در حق نفرهایی که انا نصرانی هستند، مسلمان نیستند، آیا ما مقصد حق طلب مغفرت داریم یا نداریم؟ در حق نصرانی برادر عزیز برای هدایتش دعا کن که خدای مهربان هدایتش کند، خدای مهربان او را محبوبیت قرآن و اسلام در دلش جای کند. با نصرانیت، با آدمای نصرانی، با آدمای غیر دین، یعنی مقصد در یک شرکت، در یک کارخانه یا همکاری کردن، اینها اجازت هم. یا با آدمای غیر دین صدقه کردن، غیر صدقه های فرضی مثل صدقه مثل زکات، مثل مقصد صدقه فیتر، دیگر صدقه هایی که نفلی هستند یا صدقه های مقرری که هستند، اونها را دستشون بگیرن، هیچ چی باقی ندارد. فقط یگانه از چیزی که اونها از جانب ما و شما محرومن، ما حق طلب مغفرت کردن در حق اونها نداریم. برای همین یعنی نمیتونیم که ما طلب مغفرت گناه در حقشون کنیم، ولی دعای هدایت که هدایت بیابند، خدای مهربان میل اونها را، خواهش اونها را به سوی دین اسلام گرداند، این دعاها را کرده میتونه. و با نصرانی ها یا با آدمایی که بگیم اهل کتابن بسیار معامله خوب کنید، بسیار رفتارهای خوب کنید، دستگیریشون کنید، حرمتشون کنید. انشاءالله فرموده قرآن ما و شما هست، فرموده دین ما و شما هست. سوال دیگر، بابای حاجی، من صاحب 2 زن هستم. زن دویم را برازگی زن یکم گرفتم. آنها با همدیگر رفت و آمد دارند. پدر زن دویم درک نداشت. ما 2 سال زندگی کردیم. حاضر پدرش با خبر شد و نمیخواهد ما زندگی کنیم. زن دویم هم 38 سال دارد.
من هر دویش را دوست می‌دارم، اما پدر زن دویم نمی‌ماند. چی کار کنم؟ یعنی کدام برادری بوده است که صاحب دو زن بوده است، مقصد در حالت گرفتن زن پدر آگاهی نداشته است، الحال که آگاه شده است نمیگذارد که مقصد اینها زندگیشون را دوام دهند. برای همین برادرای عزیز بینین اسلام ما و شما پدر و مادر آگاه کردنش یکی از ضرورات همین زندگی و ضرورات نکاح است که پدر و مادر آگاه کنی که من شوهر کردستم، یا آگاه کنی که من زن گرفتستم، تو اونها از این چیز برخوردار شوند. آگاه نکردن این مقصد آفتش، این مشکلاتش. لیکن مادامی که اگر شما زندگیتون چند سال شد رفتیست در این حالت شما طلاق نکنین، مقصد صبر کنین، بگذار هر یک قهری که دارد، هر یک نازی که دارد، هر یک غضبی که او پدر دارد حق دارد، زیرا که عیب ای طرف شما شدگی است، کمبود از طرف شما شدگی است. همین حالت برادر عزیز خودت در دختری خودت مقصد همین تخمین بزن، یا همین حالت پیش نظری خودت بیار که دختری تا اگر همین کار کند آیا تو هم مثل همین مردک آیا رفتار نمیکنی؟ برای همین در این حالت اکو صبر کن و انشاءالله طلاق نکن. آیسته آیسته انشاءالله یکدیگر فهمی می شود و نزد همین پدری گویم همین آیلت می رای، یگان بخشش می پرسی، یگان خواهش می کنی، یا مقصد یعنی دل می آوی، یعنی کار می کنی که خدا خواهد همون آدم در نسبت تو یگان نفرت یگان بدبینی پیدا نکرد. انشاءالله از خدا امید است که این کار شدنی هست. بسیاری از برادران از ما میپرسند که با طریق تلفن هم آیا همون مقصد صحیفه اساسی بگیم یا شبکه اساسی که حاجی بابا شما مقصد از او برآمد میکنین و شما مقصد در کدام صحیفه یا در کدام شبکه هستین، برای ما مقصد همون را آگاه کنین. برادرای عزیز و گرامی، همین صحیفه بگیم یا شبکه ای که من چندین بارها شما را برای هم دستگیری و هم جانبداری و هم دعا کردن از شما خواهش کرده بودم، این همین نور تیوی هست. و همین رو حرفای روسی اگر نور تیوی شما در یوتیوب اگر در آمده و نور تیوی نویسین، در همونجا مقصد همین صحیفه کشاده می شود. قریب یگان فکر میکنم یک 60 ویدیو در همین شبکه علاقه هست. برای همین شبکه اصلی ما بگیم همین نور تیوی هست. برادر عزیز، انشاءالله اگر خدای مهربان یگان آفت و یگان مشکلات نیارد، از جانب همین از بگیم همین صحیفه همین شبکه من برآمدهای خدمت انشاءالله دوام میتیم. من همین یک صحیفه دارم، بگه بیا همین یک شبکه داریم که همین نور تیوی هست. برای همین اگر باز هم به سمتان میرسانم که شما اگر دستگیری کنین، انشاءالله دعا کنین که خدای مهربان که پاینده باشد، خب دوام داشته باشد، زیرا این هم یک وسیله هست که بسیاری از برادرای ما با سوالهاشون از مشکلاتاشون انشاءالله خلاص می شوند، سوالهاشون در جواب می گیرند. و ما در همین شبکه رقم ایما را هم نویساندیم که باز هم انشاءالله در زیرش می نویسیم
در همون ایما شما سوال هاتون روان کنین. از بس که سوال زیاده من میخوانم کامنتاری شما را میخوانم که بسیار شکایت ها هم هست که مثلا سوال های ما جواب نگرفتیم گفته. شاید این خیلش هم امکان دارد، ولی انشاءالله که نوبت قطعی من جواب گفتن میگیرم. شاید خیلی هفته نشید، هفته دیگر نشید، هفته دیگر. خلاص انشاءالله تا ای سوالی دادگید ثواب هم میگیری. اگر خودت هم که اگر با گوش کردنش نرسید دیگر ها گوش میکنن، فایده او سوالی تر اونا برخوردار میشوند. خلاص برادر عزیز، همین شبکه بگیم اصلی که من برآمد میکنم همین نور تیوی هست. سوال دیگر، در روسیه یک دختری ازبک در سرتراشخانه کار میکند. ما رفته سر کم میکنیم، درست است یا نه؟ به خاطر پول را بیگانه نکردن با مسلمان دهیم. انا برادرای عزیز و گرامی، موی سر پس کردن در پیش مسلمان و غیر مسلمان، این گوییم که انا هیچ یک نقشی نداره. اگر این زن نمیشد و مرد میشد، بله این گویم نیت شما، این فکر شما، این اراده شما بسیار نیک بود، بسیار خیر بود. ولی مادام زن است، شما میرین در پیش این، دستی او وقتی در گردنی تو، در گوشی تو، در سری تو میرسد، این برای تو گناه است. این ممکن نیست از نگاه شریعت. برای همین از این نیت اگر نیک باشه، نیتی نیکت بگر. لیکن اگر مقصد یگان مقصدی دیگر باشد و با همین دلیل فتوا اکو رای خطا بگوی بیا و دویم همونجا باشی، و این کار تو گناهگاری. برای پیش هر نفری نباشد، مقصد هر یک سرتراشی نباشد، هیچی باقی ندارد. شما مبلغ در همو بتین، مرد باشد، زن نباشد. بابای حاجی، چیلاستین، قصیده، رقیه و قصیده بریده از هم چی فرق دارند و کدامش را در کدام حالت باید خواند؟ برادرای عزیز و گرامی، در مردم ما و شما چیلاسین میگیم، چیل یاسین، یعنی 40 بار یاسین خواندن، یا قصیده میگن. خب یا اینکه مقصد اینجا دا گفتین رقیه میگن، قصیده برده میگن. اینها را از پیش برادران عزیز و گرامی، آدمای صالح، آدمای با تقوا در بیماری های ما میخوندن. یعنی بالای یک بیمار در 40 بار یاسین خواندن. یا اگر نفری که قصیده برده میگن، ولی در بالای قصیده برده از بس که شما معلومات ندارین، نمیدانین که مقصد این قصیده برده چیه. اگر تاریخی ایره دانین، اگر معناهایی که در درون این قصیده برده هست، یک بسیار گویم یک از حیات بسیار زیبای پیامبرمون صحبت ها می رود. خلاص بسیار شنیدن باب است. ولی اینها هیچ کدامش به حدیث و آیت ثابت نشده است. فقط ما برای بیمار میتونیم که از آیت های قرآن، فرق ندارد خواه یاسین باشد، خواه سوره ملک باشد، خواه سوره فاتحه باشد، خوانیم، خواه بالای بیمار دا صوف کنیم، خواه در آب صوف کنیم، بیمارها منابطیم بنوشن. امکان دارد. ولی مثل امروزه چیلاسین ممکن نیست. انا رقیش بخوان، اکه با ایجاد با مقابلت پیدا شدگی با جین خانهاش و یاسین خانهاش مقابل شدگی، حالا که همشون بیچاره یک مقصد دارن. مقصدشون به همه معلومه. برای همین هر یک نفری که آدمی با تقوا باشد، با توفیق باشد،
شب زنده‌دار باشد، قرآن خوان باشد، آدمی صالح باشد، برای بیماری هاتون بیارین. انشاءالله هر یک آیتی رو که از قرآن میخونن بالای بیماری هاتون شوف کنن، گویم انشاءالله شفا می‌یابند. همش خوب است برادر عزیز. خب مردی که با زن شوهردار همخوابگی میکند ولی نمیداند که او شوهر دارد، حال این مرد چی میشود در قیامت؟ یعنی خب گویم زنی مرد یعنی یک مرد با زن شوهردار همخوابه می شود، آیا حکمی در شریعت چی است؟ در کتاب آمده است که من زنا بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. برادر عزیز، اینجا آمد یک حدیثی که هر یک مردی که اگر زن دارد یا هر یک مردی که با زن شوهردار زنا میکند، خدای مهربان در خانه قبرش برای این عذاب علاهیده دارد. میدونید چه عذاب است؟ میگه چه مقدار پیامبر امت دارد. این اگه امروز اگر به شرط گوییم امت پیامبرمون اگر در روی عالم 2 میلیارد باشد، میگن نصف عذاب امت پیامبر بر نفر میرسد که او با زن شوهردار وقت زنا میکنه. نصف عذاب امت. باز در سوال جواب پیشتر من در این باب برای شما گفته بودم، باز میگویم که این کارها خیلی زیاد شدن. احتیاط کنین، از خدا بترسین. خب بابا جان میگفتید که عاشقی در اسلام جایز است یا نه؟ اگه این عاشقی هایی که اگر خواهرای دادرای ما در نظر داشته باشند که مقصد عالی نکاح نکرده یکدیگر را در آغوش میگیرند، خب با یکدیگر مقصد همخوابه میشوند، شبهای دراز مقصد در یک حالتهای تنهایی با یکدیگر میگردند، این روز و شب مقصد در آشخانه ها و رستوران ها می نشینند و این را برای خود عاشقی میگن. این نادرسته. این نادرسته. برای همین در اسلام عاشقی همون است که وقتی که شما زنی را که در نکاحتان در آوردین، شما او زن دوست بدارین، او زن مقصد احترام کنین، به قدر او زن برسین یا او زن به قدر مردکش برسد. انامین عاشق زندگی باشین، اگر عاشق حرمت یکدیگر باشین، عاشق قدردانی یکدیگر باشین، اسلام این عاشقی را دستگیری میکند. این عاشقی هایی که شما شب دراز بگردین و دست یکدیگر در گردن یکدیگر و خب و هر یک کاری را که برای شما نادرست است انجام تین، این عاشقی در اسلام حرام. خواهر دادر عزیز، استاد جان، من مدت 1 سال می شود با دختر عمم فاتحه کردم. حاضر در مهاجرتم. مادرم زنگ زده گفت که من فاتحه را می گردانم. مرا در وقتش بسیار عذاب دادن. نمیخوام از اولاد پدرت زنگ گیرم. اگر دختر عمت گیری تو را در دنیا و آخرت نمی بخشم. دیگر خانه من نیا. شما چی مصلحت میتید بابا جان؟ چیکار کنم؟ یعنی این دادر ما در فاتحه بوده است. مادرش به خاطر آنه که مقصد این دختره که از اولاد شوهرش بوده است و شوهرش که این زنه که عذاب میداده است، نمیخواهم که مقصد از اولاد این به این خانه مقصد کلیم بیارم. من فاتحه را میگردانم.
این مصلحت خانگیتان است. شما میتونید با پدرتان با مادرتان یک جای دادر عزیز مصلحت کنید. زیرا اگر مادر این خیل پرینسیپ قطعی رود، پگو اگر تو زنم که بیاری در او خانه روز نداری. زیرا ما میبینیم امروزها که اکثر زندگی ها از دست مادرها ویرون میشوند. اکثر زندگی ها اگر بعضا ای دست کلین ها و ای دست بیکاری مردها و از اینها هم که اگر شود، اکثرانش ای دست مادرها ای دست خشتمنها ویرون میشود. و این خاطر وقتی داده از اگر تو مادرت نخواهد و ایرا بیاری، بعد بسیار روزت سیاه می شود. وقتی که دیگر در خانه که شرایطش نداد، در خانه دایم جنجال که کرد، تو مجبوری که مقصد ای زن یا سر بتی یا اینکه از بحر مادرت بگذاری و برای مقصد در دیگر جا علایده زندگی کنی. یعنی علکه در همون خانه یک سیاهی و یک بدبختی میاد. برای همین با مادرت بشینین، با پدرت بشینین، صحبت کنین. دادر عزیز میگن همه وقت جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. شما مصلحت کنین. این کار بسیار کار جدیه. برای همین اینا فقط مصلحت کنین. اینا در همون داخل خانه این کار من مثال حل کردن نمیتونم. اینا همون شما خداتان میشینین و خداتان حل بکنین. سوالی که دیگر آمده است، زنی که حامله است تا چند ماهگی میتواند با شوهرش همخواب بشود؟ یعنی اگر مثال زن حامله دار شد، آیا یعنی وقتی دارد که مرد مقصد با او همخوابه نشده؟ در شریعت یعنی این گویم این خیل وقت یا این خیل روز جدا نشده است. اگر مقصد همون خواهشی زن باشد، یگان مشکلات برای همون زن یا برای فرزند ایجاد نشود، برای مرد یا برای زن اگر خواهششون باشد اجازت هست، هیچی باکی ندارد. یعنی برای این خیلی معین نشده است که همخوابگی مثال تا 7 ماهگی باشد یا تا 8 ماهگی باشد، این خیلی معین نشده است. باز میگویم که اگر همخوابگی با خود زن یا با خود فرزند یگان مشکلات نیارد و ریزاگی هر دوش باشد، هیچی باکی ندارد. همخوابه شدنشون یگان گناهی نیست. خب در روسیه بودنم با خدمت حربی بردن، در آنجا فقط با گوشت خوک خوراک میپزند و با همان کولیز خوراک ما را میبردارند. به خاطر حرام بودنش چند وقت نخوردم، سلامتیم را از دست دادم. اگر نخورم قوه خدمت را کرده نمیتونم، چیکار کنم بابا جان؟ یعنی کدام دادری ما باشد در روسیه در خدمت عسکری هست و البته روسیه یک مملکتی هست برادران عزیز که اون مملکت اسلامی نیست، یک مملکتی بگیم کفر است و در اونجا خوراک اونها بگیم همون خوگ است و از همون حرام ها فرق ندارد، استعمال میکنن. برای همین شما که از بس که در ضرورت که هستین، آیت قرآن هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، الای مهربان در حالتهای وقتی اضطراری میزنین، در حالتهایی که مضطر میمانین، دیگر هیچ چاره ندارین، برای شما همون حرام ها مباح میشود. یعنی شما در خوردن او برادران عزیز گناهگار نمیشین. برای همین شما از همون حرام ها بخورین تا قوت همون خدمت و قوت مثال همون کار و بار کرده توانین، سلامتی را از دست نتین. وقتی که خدای مهربان شما در با یک حالت فراهمی و حالت خوب که آورد، در اینجا باید شما تقوا کنین و در اینجا شما باید احتیاط کنین. استاد عزیز، من میخواهم نماز خوانم
ولی کتاب خواندن میتونم چیکار کنم و چه خیلی نماز خوانم، چون که در سرم حفظ کرده هم نمیتونم. خب این سوالی که برادر ما کردن، یعنی یک نفری که شاید از حساب پیرانسالی باشد دیگر یگان حرفی در سرش نمیستد، لیکن شما میتونید که حتی همون را اگر خوانده توانید در ورق بنویسین، در دستتون بگیرین، در همون هر یک عملی را که در مثال حالت قیام، در حالت رکوع، در حالت سجده شما از همون خوانین و همون حرکت های نماز انجام تین، انشاءالله ثواب میگیرین. از اوی که شما مقصد دست بالای زانو میشیدین چیکار کنم، این راهی که من برایتون نشان دادم از این راه کار بگیر، این بهتر است. سبب بابای حاجی فرزندم 12 سال می شود صاحب فرزند نمی شود، شما چی مصلحت میتید برای اینها؟ انشاءالله دعا کنید. گپ سری 12 و گپ سری 15 نمی رود. انشاءالله شما دعا کنید که خدای مهربان، اکو این در دست الله هست، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا. خدای مهربان میگه بچه هم دختر هم در دست منه، فقط شما الله را دعا کنین، الله را از الله این نعمت بخواهین، خدای مهربان برای شما این نعمت چه عطا میکنه. برای این من فقط برای شما مصلحت میتونم که برای این حالت مثال طلاق نکنن، صبر کنین، کو ببینین، از نظر دکترها بگذرونین کو چی میگن، بعد خلاصتون برای. من صاحب همسر و 3 خواهر میخواهم بابا جان برادر کلانی دشنامهای قبیح از دین بیرون گوید، با این خیل برادر سخن کردن جایز است یا نه؟ یعنی برادرایی که بسیار سخنهای قبیح تون میگن، برادرایی که بسیار آزار تون میتین، مقصد اولی در اینجا یک سوال دیگر هم هست، برادری که در نبودن برادرش با زن او هم خوابشیده است، به خاطر خدا از این خیل برادرها یک مدت شما فاصله بگیرین تا اصلاح شدن شدن. اصلاح کشیدن انشاءالله باز شما برادریتون دوام میدید. یک زن و مرد با هم زنا میکنند و صاحب فرزند میشوند، جزایشون در دنیا و آخرت چی هست؟ و آیا پیش خداوند بخشیده میشوند یا نه؟ من پیشتر درباره این زنا گپ زدم و اگر اینها به شرطی که زنا کرده باشند، فرزند به دنیا آورده باشند، فرزند اینها به حساب می رود. برای زنا کردگیشون توبه کنند، خدای مهربان اینها را می بخشد، ولی حرکت کنند که مقصد از هم جدا نشوند، بلکه نکاح کنند و من بعد زندگیشون حلال کنند. انمون نکاح کردگیشون، انمون توبه کردگیشون انشاءالله از خدا امید است که این گناه کردگیشون خداوند میبخشد. ختم قرآن را در حق یک شخص مرده میبخشیم، در همین حالت ثوابش تنها به همان مرده میرود یا شخصی ختم کننده هم ثواب میگیرد؟ گوید که در خواندن قرآن چقدر ثواب میگیرید؟ یعنی من وقتی که قرآن میخوانم و این قرآن خواندن خودش عملی صالح است، ثواب این قرآن و ثواب این عملی صالح را وقتی که من بر روح مرده هم میبخشم، در برابر او هم باز خواهرها برادر عزیز، باز من چی؟ من ثواب خواندگی من میگیرم. من در هر یک حرف قرآن، ببینید در هر یک حرف قرآن 10 ثواب است، 10 ثواب. برای همین انشاءالله من در هر حرفش خودم ثواب میگیرم. با این مقصد در
حق زنده است یا مرده است اگر ببخشم، این هم با روح او میرسد. یعنی یک حرف قرآن اگر به 10 آدم که ثوابش ببخشی، انشاءالله با زیادی میکند، کمی نی. خب در مهاجرت نماز را طرف افتادنشین خوانیم یا با اسباب هایی که قبله را نشان میدهد با همان طرف؟ البته امروز برادرای عزیز، شما در کجایی که باشین، شما از همین تلفن ها که یعنی قبله نما دارن، شما از طریق همین تلفن هاتون قبله را بیابین. شما دنبال آفتاب نگردین که آفتاب در کجا میشینه. اون نشستن آفتاب یافتن قبله نیست. امروز الحمدلله خدای مهربان که این امکان آورده برای ما و شما، از این امکانیت استفاده بریم. یعنی با طریق تلفن ما قبله را میابیم و همون طرف نمازهامون را میخونیم. برادران عزیز و گرامی، در اینجا انشاءالله من قسمت دیگری بگیم سوال و جواب انجام میتیم و از خدای مهربان انشاءالله دعام همین است که خداوند آنچه را که ما شنیدیم ثوابش باز در نامه اعمال ما نویسنده گردانه و توفیق عمل کردنش نصیب ما گردانه و انشاءالله سوال های باقی ماندهش هم باز در روزهای نزدیک انشاءالله به سمع شما میرسانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران و برادران و خواهران عزیزی که این برنامه های ما را پیگیری میکنید، هم دستگیری میکنید، هم در حق ما دعا میکنید، از خداوند بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که الله مهربان باز هم توفیقامونه، محبتامونه، خواهشامونه به سوی این بسیار یک دینی بزرگ، یک دینی پاک، یک دینی که فقط و فقط نیکی میخواهد، الله مهربان زیاد گردانه و از خدای مهربان خواهان او هستیم که الله مهربان این روزگذرانی هایی که الحال ما و شما داریم در دوام روز بندگی خدا میکنیم، اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم، ذکر میکنیم، کارهای خیری را انجام میدیم، الله مهربان به درگاهت مقبول بگردانی و پاداش و ثواب او را در نامه اعمال ما بندگانت نویسانده بگردانی. و از الله مهربان خواهش او را دارم که ثواب این لحظه هایی که با یاد خدا هستیم، در یاد خدا هستیم، گوش می اندازیم، لذت می بریم،
فایده میکنیم در نامه اعمال همه ما و شما نویسنده گردانه. و الله مهربان دعا میکنیم که خداوند حیات خوب، حیات نیکی را برای همگان ما و شما نصیب گردانه. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که از نعمت رضاگیش چی در دنیا چی در آخرت ما و شما را محروم نگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند روز قیامت از شفاعت این پیامبری نازنین و زیبایش محمد صلی الله علیه و سلم همه ما و شما را برخوردار گرداند. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان، گورهاشون قبرهاشون به باغ از باغهای جنت مبدل بگردان. بیماری هایی که امروز داریم خدایا شفای کامل شان نصیب گردان. مسافرهایی که داریم خداوند سفرهاشون مبارک و نیک گردان، مشکلاتاشون خدای مهربان آسان بگردان. با صحت و سلامت به وطنشون و به خاندانشون الله مهربان برسانیم. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک زیبایی که ما عمر به سر میبریم، این تاجیکستانی که بسیار یک محبوبیت در دل این مردم دارد، خدایا همیشه این ملک ما را حفظ کن، ملک ما را آرام نگه دار. و خدای مهربان آفت‌ها و مشکلات‌هایی که به سر این دیار به سر این ملت می آمدگی باشد، خدای مهربان از این مصیبت‌ها و از این مشکلات‌ها حفظ من فرما. الله مهربان آن بندگانی که در خوبی ها و نیکی های این ملک و این مردم است، الله مهربان باز هم میل شونه محبت شونه خواهی شونه به سوی دین زیاد بگردان. از الله مهربان خواهانی او هستم که این لحظه هایی که می نشینیم بسیار یک لحظه های بسیار با ارزش است، بسیار یک لحظه های نادیرم هست. خدایا از ثواب این ما را برخوردار کنو و این لحظه های نشستن و این لحظه های گفتگو و این لحظه هایی که مردم از این لحظه ها استفاده میبرند، خدا این لحظه ها را همیشه فراهم نگه بدار. از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند خطاهای ما و شما را، کمبودی های ما و شما را، لغزش های ما و شما را، گناه هایی که آشکارا و پنهانی میکنیم، خدایا با فضل کرمت عفوشان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، بسیار مردمی خوب و نیکی که الحال صدای مرا میشنوین، پیش از آنی که من
چند سوالهایی که در پیشم آمده است جواب گردانم. قبلا یک حدیثی را که با روایت عبدالله ابن عباس است که حضرت امام بخاری، امام ترمذی و ابن ماجه، حضرت امام احمد که اینها در کتابهای خودشان این حدیث آوردن، بسیار لحظه های گفتنش است، بسیار لحظه های از این حدیث شنیدنش است. من آوردن هر یک حدیثی که پیش از برنامه خودم به گوش شما میرسانم، شما اهمیتین اگر برای امروزه این ساعت ما و شما بسیار ضروره، بسیار مهمه. حدیثی که الحال من برای شما میخوانم که راوی او عبدالله ابن عباس است، از پیامبر نازنین ما میفرماید که الصحة والفراغ نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. باز از خود همین عبدالله ابن عباس حدیثی را که امام حیثمی و جناب طبرانی و جناب ابن عدی در کتابهاشون میارند با طرز دیگرش: الامن والعافیه نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. برادران عزیز و گرامی، خواهران و بسیار کسانی محب و مخلص، اکن معنای این حدیث گوش اندازه. من انشاءالله شما را باور میکنم که بعد شنیدن معنای این حدیث شما الله را تشکر میکنین و پیامبر نازنین هم آفرین میگوین که و حقم به جانب پیامبر نازنین میخوانین. برادرای عزیز ببینین، پیامبر ما گفت که تنی صحت همچنان آرامی و وقت خالگی، سه چیز در دو حدیث، سه چیز آمد. یکی تندرستی یعنی تنی صحت، دوم وقت خالگی، سوم آرامی، امنیت. گفت اینها نعمت‌هایی هستند که بسیاری از مردم به قدر اینها میرسند ولی نه در وقتش. مردم تاجیکی ما میگویند که قدر نعمت بعد از زوال، یعنی وقتی که این نعمت ها از دست رفت، بعدا برادران عزیز ما افسوس واویلا، حسرت از این روزها میخوریم که دیگر برادران عزیز وقتی که نعمتی که از دست رفت، اگر فضل خدا شود، مرحمت خدا شود، او برقرار می شود، لیکن رفتنش بسیار مصیبت کلانی هست و در حالتی بودنش ماها برادران عزیز به ارزش این نعمت ها نمی رسیم. حضرت بن مغبون فیهما کثیر من الناس.
یعنی شما ارزش اینها را در وقتی بودنش هیچ وقت شکرگزاری نمیکنید. از این لحاظ من برای چی این حدیث برادران که قبلا هم گفتم باز هم میگویم که هر روزی ما غنیمت های. شاید امروز ما در قید حیات باشیم، فردا در قید حیات نباشیم، ولی این سخنهایی که صدا میدهند ثبت میشوند یا گوییم ضبط میشوند، برنامه میشود، من بعد ما هم گوش میکنند و شاید که انشاءالله هم از خدا امیدم داریم که به قدر این نعمت ها میرسند و ایره به گفت پیامبر نازنین من که عز علیها بالنواجیز، با دندانهای کرسیشان، یعنی مقصد از دندان کرسی معنای ایره دارد که این نعمت حرکت میکنن که ای دستشان نرود. برادران عزیز گفتم تندرستی تنی صحت. حاضر که برادران عزیز تنی صحت داریم، وقتا نبی چکل خوشه. وقتی در تمام وجود ما که درد نیست، هیچ جای بدن ما که درد نمی کند، بین چقدر راحتیم، چقدر خودمون احساس خوب میکنیم و همه آن لذت هایی که در این دنیا هست ما از اونها نوبت به نوبت بهره میبرداریم، بهره میگیریم، به خاطر که تن من صحت است. حضرت علی رضی الله عنه را وقتی پرسیدن، حضرت گفتند چی هست که کمش بسیار است؟ چی هست که کمش بسیار است؟ گفتند درد. اگر درد کم هم باشد بسیار است. برای اینکه برادران عزیز ما به قدر این تن صحت برسیم، به قدر آن رسیم که این زبانهای ما بین چقدر سخن میراند، دندانهای ما را بین برای استعمال هر یک طعام آمادن، دستهای ما را حرکت شبین، عقلها ما نبین، پایهای روا ما نبین. برای آنه که ما به قدر این نعمت ها رسیم، برادران عزیز و گرامی، شما یک بار بیمارخانه روین، یک بیمارخانه روین. من گاه بیمارخانه میرم. بعضی برادرها وقتی بیمارن آگاه میکنن میرم، از بس که بیمارها در هر یک حجره ها خوابند و وقتی آگاهی پیدا میکنن که حاجی میرزا فلانی را خبرگیری آمده است، هر کدامش پیغام میکند که یک پیش ما در آید. ما به هر یک حجره می درآییم، احوالهای اونها را وقتی میبینی، دردهای اونها را وقتی میبینی، هر یک ظرفهای را که میبینی در گویم شکمه های اونها، پای های اونها آویزان است و آب بدن اونها در اون میچکد، یا نفری است که پهلو گشته نمیتواند. خلاص چی دردهای را وقتی در اون بیمارخانه میبینی، انا همون جده بعد به قدر این تنی صحت میرسی. برادر عزیز،
گفتم که قدر نعمت بعد ای زوالای تا آدم درمند نشود. پیامبر میگد که شما به قدر سلامتی نمیرسید. یعنی من شما را پیشکی تاکید میکنم که به قدر سلامتی تان برسید. از سلامتی تان، از این نعمت خدا دادگی بهره برداریم، برخوردار شوید. با این تن صحتتان نیکی کنین، خیر کنین، عبادت کنین، رضایت الله را بجویید. زود است که اینم از شما جدا شدنی هست. یک عالم از دولت خارج آمده بود. من زمانهایی که در خانه خطیب بودم، در مسجد من، مقصد خانه در کلاب بود و در مسجد خطیب بودم، مهمانی ما شد. بعداً وی درباره شکرگزاری از نعمتهای خدا گفت در دوبای، شهر دوبای یک عالم است، گفت بسیار عالم کلان است. خداوند از یک نعمت گفت او را محروم کرده است. اون نعمت هم برادر عزیز همین تگ زبان ما و شما ده یک چشمه که خوردن از همونجا آب میبراید. حاضر اگر همین تگ زبان ما همون چشمه آب نبراره، من سخن گفتن نمیتونم. دهان که اگر خشک شود، این زبان وقتی حرکت میکند که وای گویم که آب میبراید و ایرا تری و همون آب که فرا گرفته است صحبت میکند، مانده نمیشود و صحبت کردن آسانه. اون عالم در دوبای همین چشمه کار نمیکرده است، آب بیرون نمیکنه. گفت وقتی که ما میخواستیم از علم او استفاده بریم، یک دانه تبلتکه بوده است، نرخش $50 بوده است. میگه همون را در زیر زبانش میماندیم، همون چشمه را در کار میدر آورد. لیکن 1 ساعت بعد 1 ساعت باز همون قوه، همون تبلت که بگیم همون دارو از بین میرفت، باز همون زیر زبان خشک میماند. برادر عزیز، اکو شما الله را سپاس بگین، الله را حمد بگین. فقط یک آبی که از تگ زبان ما میبراید، برای اون عالم همون 1 ساعتش $50 است. ما که تنی صحت داریم او آب میپرتاییمش، ما در کار نیست. لیکن نمیدانیم که همین آبی که ما میپرتاییم چقدر، ببین 1 ساعتش $50 است. اگر با 24 ضرب کن در یک شبانه روز $1200 فقط هم یک آبی که تای زبان تای ارزششه. دیدیم برادر عزیز نعمت سلامتی چی نعمتی بزرگی هست. اگر همون درد خدا قدرت دارد که ما را هم بتد، شما را هم بتد. مقصد به قدر سلامتی رسیدن همین است که امروز که این زبانهای شما در گفتن، در ذکر کردن هیچ مشکلاتی که ندارد، این لحظه ها را استفاده برید. این گوش ها که امروز میشنوند گوش کنین. ممکن است که کرشیدن، ممکن است که صدا، حتی گوش های را دیدیم برادرها گوش از گوش درد گپ زدن که فقط و فقط در گوش هامان مقصد آواز شماله، هیچ چیز دیگر درک نمیکنیم. یکی امروز گوشکای ما اینقدر آرامی است که
خداوند همه صداها را گرفته است و هر چیزی که گوش هم که کنیم در گوش کردنش هیچ مشکلاتی برای ما نیست. همچنان برادران عزیز، اکنون من در این باب میتونم ساعتها با شما صحبت داشته باشم، چرا که در یک حدیث من در یک برنامه حدیثی را خواندگی هستم که پیش از آنه که شما 7 مصیبت بر بالاتان بیاید یا 7 مشکلات به بالاتان بیاید، شما عمل صالح را زیاد کنید. یکی از اونها انمی بیمار شدنه. پیش از آنه که بیمار میشین عملهای صالح را زیاد کنین که در حالت بیماری دیگر افسوس میخورین. دویم گفتیم وقتهای خالگی. برادرای عزیز، یکی تندرستی، یکی وقتی خالی. ببین آدمی هست که آرزو میکنه که 1 ساعت بیاورد، 1 ساعت بیاورد، 1 ساعت وقت بیاورد که مقصد یا با زن و فرزندش نشیند، یا 1 ساعت بیاورد 1 ورق قرآن خواند، یا 1 ساعت بیاورد نمازهای قضاش خواند، یا 1 ساعت بیاورد ذکر خدا کند، یا 1 ساعت بیاورد 1 کوچک در مقصد 1 هوای تازه بگیرد. ولی همون ساعت از مشغولیت زیاد نمی آورد. برای همین وقتی خالگی هم برادرای عزیز پیامبر گفت این هم نعمت های، این هم نعمت های. من نفری را برادران عزیز وا خوردم با او که خیلی آدمی بلند پایه بود. گفت حاجی، گفت اگر گویم که وقتی خالگی ندارم همین سخنم دروغ نیست، بسیار مشغولیت دارم، لیکن گفت یک خواهش، یک هوس در دلم دارم، اگه خدای مهربان همو 1 روزی را بیارد که مقصد من ایسر امی کارم، ایسر امی بارم جدا شوم، حد اقل 1 روز نمازی با جماعت در اشتراک کنم، برم نماز با جماعت بخوانم. دوست می‌دارم که در نمازی با جماعت باشم، لیکن افسوس که همین فرصت همین وقت نمی آورد. سوم نعمت برادران عزیز چی بود؟ نعمت امن، آرامی. خوش به حال او بندگانی که این 3 نعمت داشته باشند: نعمت تن صحت، نعمت وقت خالگی و نعمت امنیت و آرامی. امروز من به همه جوانان، به همه برادرانی که صدای مرا میشنوند گفتنیم که نعمت آرامی هم بسیار نعمت با ارزش برادر عزیز. اولا من دعا میکنم که خداوند این همسایه ما افغانستان بینه و هر یک مملکتی که در اون مسلمان های ما و شما زندگی میکنن، مثل دولت شام و مثل دولت عراق و مثل دولت فلسطین و مثل دولت های همون افریقا و که خیلی و خیلی ناراحتن، ناآرامن، مردم در یک حالت خوف، در یک حالت خطر زندگی میکنن. خدای مهربان ملکای اونها را هم امن و آرامی از این نعمت برخوردار گردانه. و من
از جانب همه نفرهایی که در این ملک ما زندگی میکنیم خداوند من سپاسگزاری میکنم، شکرگزاری میکنم که تاجیکستان ما سیاید دولت آرام یا دولت امن. شکر خدای مهربان میکنم و دعا میکنم که خداوند این روزهای بسیار مبارک خیر شد از دست ما، از بالای ما مردم نگیرد. زیرا برادران عزیز بسیار از نفرهایی که روزهای سخت دیدن، از آن جمله یکیش منم هستم که در همون سالهایی که مردم تاجیکی ما دو تقسیم بودیم، دو گروه بودیم، با یکدیگر نامها گذاشته بودیم، یکدیگر خونشا میریزاندیم، یکدیگرش را مالشان طلا و تاراج میکردیم. ما در او روزها بودیم. بسیار روزهای سختی بود، بسیار روزهای وزنینی بود. برادران عزیز و گرامی، حتی من از همسایه های خودم اگر صحبت کنم از یکدیگر می ترسیدن که در خانه نان پزن، نان، به خاطر که همسایه نداند که در خانه من آرد هست. زیرا در او وقتا آرد فقط در همون زوادهای نانپزی بود. و حتی خلیب بود، خلیپی میدک که خورد بودن، از جگاری بودن. اگر گرماگر میخوردی میتوانستی، خنک میشید و خورده نمیشید. در نزد همون خانه ما زواد بود برادر عزیز. ما دایم آوازه و دروازه میشنیدیم که برای گرفتن 2 یا 3 دانه همون خلیب های از جگاری زنها تنفروشی میکردن تا که شکمشون و شکم فرزنداشون از نان سیر کنند. پیامبرمون دعا میکرد اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، خدای از ناداری به سوی تو پناه طلب میکنم. بین ناداری کجا میبره؟ آرامی ناداری را از بین میبره. بسیار روزهای سختی بود. ناآرامی یه دهشت ای. ناآرامی برادر عزیز وطن تا ای دست میگیرن، بی وطن میمانی، بی ملک میمانی. ملت خودش از بین میرود. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، به قدر این نعمتی که خدای مهربان که امن است، امنیت است، آرامی هست، همه شما را من دعوت میکنم که به قدر این رسیم و الله را دعا کنین. در نمازهاتون دعا کنین، در لب دسترخوان نشستین دعا کنین که خدایا همین تینجی و عافیت از بالای ما مردم نگیره. به خدا قسم اگر دسترخوانمون هیچی هم که نداشته باشد این به خیره. اگر دسترخوان همه چیز داشته باشد ولی بیرون آرام نباشد، اگر بی امنیتی باشد، ما از یگان همین نوش نعمت خورده هم نمیتونیم بخوریم. من برادر عزیز مزه هم را نمیفهمیم، لذتی هم را نمیفهمیم، به خاطر که عصب هامان آرام نیست.
انا این سخن پیامبر گرامی معناش میه که این سه نعمت، یکی نعمت تندرستی، یکی نعمتی وقتی خالگی، یکی نعمت آرامی را به قدرش برسیم. من گاه در بعضی از معرک‌ها میگم اگر کسایی که همین روز گوید که یک بار دیگر جنگ شود، من میدانم چیکار کنم، ولی از دهن بعضی نفرها همین سخن بیرون می شود. من با اونها میگم که هر کسی که اگر همین سخن گوید وای عبادت هم ندارد، وای مسلمان هم نیست، وقتی میگد یک بار دیگر جنگ شود. برادرای عزیز و گرامی، بسیاری جوانای ما که ممکن ولی نمیدانند جنگ چی است، ناآرامی چی است، شاید در نظرشون بسیار کاری عادی تابد، ولی همین جنگی که در سوریه شید، در شام شید، احوال هم مردم دیدین، حاضر هم ببینین. الله مهربان نگهبان باشد. دعا کنین هیچ وقت هر کسی که اگر برای ناآرامی، برای بی‌امنیتی، برای خللدار کردن این نعمتی امن، تنجی، وقتی دهن میزند، وقتی حرف میزند، اگر شما مسلمان کامل باشین، اونها را برادر عزیز توهین کنید، اونها را تحقیر کنید. اگر فهماندن قطعی اگر میفهمیدگی باشد فهمانین. و یکی از دعاهای ما باید همین باشد. خدای مهربان، منم دعا میکنم الله مهربان از این سه نعمتی که پیغمبر نازنین زبان زدن گفتن، یکی تن صحت، یکی وقت خالگی، یکی آرامی، الله مهربان جمیع مردم مسلمان روی عالم علل خصوص این تاجیکستان ما را از این نعمتات برخوردار گردانم. خدای مهربان به قدر این نعمت ها رسیدن ما را توفیق بده و از این تن صحتمان، از این وقت خالگیمان، از این آرامی کشورمان خدایا استفاده بردن هم توفیق شه بر ما نصیب گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. الحال برادران عزیز و گرامی، من سوال هایی که در پیشم دارم برای شما جواب میدم. من شاید دقیقه های زیاد برای شما این حدیث معنا کردم، لیکن من فکر میکنم از این سوال و جواب معنای این حدیث مهمتر است، فهمیش این حدیث مهمتر است، درک کردن این حدیث، عمل کردن این حدیث. زیرا میگن شکرگزاری سه نوع می شود: شکری بر زبان، شکری بر دل و شکری با عمل. سه نوع شکره. برای همین ماها باید با عمل منم نشان دهیم که ما به قدر این نعمت ها رسیده ایستاده ایم و دعا هم کنیم که خداوند این نعمت ها را از ما نگیرد. میایم به سری سوال هایی که در پیش من است. استاد جان، در مهاجرت راننده تاکسی هستم، وقتی خالی ندارم، آیا می توانم در ماشین نماز خوانم؟ یعنی این سوال ها برادر عزیز در همون مهاجرت بسیار زیاد است. آیا در ماشین نماز خواندن اجازت است یا نه؟ اگر عذر باشد، مثال در همون ملکای روسیه بیشتر، در این ملکای ما اکو این خیلی پروبکا نیست، یعنی همون مقصد
ماشین ها ساعت ها میستند تا که راه شده شود. اما حالت اگر وقتی نماز باشد شما در همون داخل ماشین تان نماز خوانده میتونید. یا بیرون مقصد سرد هست، خنکی هست که در اونجا طاقت نماز خواندن نیست، یا باران است. یعنی حالت های مقصد اگر بیرون در نماز خواندن امکان نباشد شما در داخل ماشین تا نماز تا نخوانید. لیکن اگر بیرون هوا خوب باشد، هوای نرم زیبا باشد، جای نماز پرتافته مقصد نماز تا خواندن امکان داشته باشد، این حالت در درون نماز یا در درون ماشین نماز تا خواندن در اجازت نیست. برادر عزیز، دویم سوال: شخصی نصرانیه که اسلام را قبول میکند ولی نماز نمیخواند، گناهش چیست در اسلام؟ اکو فرق ندارد برادران عزیز، نصرانی است، یهودی است، وقتی که مسلمان شد یکی از وظیفه های جانی، یکی از وظیفه های مهم، یکی از نشانه های دینداری این نماز خواندن است. یعنی 5 وقت نماز باید که ادا کنم. برای همین البته هر نفری که نماز نمیخواند، این ترک نماز این گناه کبیره است، یعنی گناه کلان. ما 2 نوع گناه داریم، یکی گناه خرد، یکی گناه کلان. کسی نماز نمیخواند او ترک گناه کلان کرده است، یعنی برای نخواندن نماز و پیش خداوند جوابگره. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، نماز یکی از 5 ستون دین. میگیم بینای مسلمانی بر چند است؟ میگم بینای مسلمانی با 5 نو است. یکی از همون، یعنی مقصد چی است؟ همون 5 ستون دین. یعنی اگر از همین 5 یکیش نباشد دین ما کامل نیست. یکی از همون ستون ها برادر عزیز این 5 وقت نماز خواندن است. برای همین همون نفرهایی که نماز نمیخوانند، گمان ما همین است، خلاصه ما همین است که شما برای اون ماهیت نماز فهمونین، از خدا امید است که وی نماز میخواند. شما باید دانید که نماز خواندن یعنی چی. برای همین در نماز خواندن این رضاگی الله است. نماز خواندن این در غضب آوردن شیطان است. نماز خواندن این روشنی خانه قبر است. نماز خواندن این راحت خانه قبرت است. نماز خواندن این کلیدی در جنت است. نماز خواندن این بالای دست ملائکه ها نشستن و داخل جنت شدن است. نماز خواندن این نور مؤمن است. نماز خواندن این شخص را با رحم می سازد. نماز خواندن شخص را با انصاف می سازد. نماز خواندن یک دیواری هست که تو را نمی گذارد که در کارهای زشت دست بزنی. زین لحاظ این نعمت ها را از دست ندهیم برادران عزیز، خواهران عزیز. در حدیث ها میخوانیم نماز سیاه کننده روی شیطان است. هرگاهی که انسان در نماز راست می ایستد، الله در نزد ملائکه هاش می گفت است که شما گفته بودین که اینها روی زمین پلید میکنن، فساد میکنن، بین بنده مرا که مرا عبادت میکنن.
این رازی با پروردگار است. این گفتگو با الله توانا و بزرگ است. من زن هستم در روسیه. شوهرم 2 سال می شود که در محبس هست. من به او خیانت کردم اما خبردار نیست. آیا من طلاق شدم یا نه؟ این خواهر عزیزی ما سوال کردن که شوهرم در زندانه، لیکن من از نبودنش مقصد یا در نبودنش دست به زنا زدم. آیا من نکاحی از سر کنم یا مقصد نکنم؟ من اول خواهرای عزیز همه شما را تاکید میکنم که در نبودن شوهرهاتون خیانت نکنید. شما حرکت کنید که از زمره بهترین زنها باشید. پیامبر ما گفتن بهترین زن همان زنی هست که وقتی مرد در چهره او نگاه میکند خوشحال میشود. یعنی زن چهرهش مرد میتواند خوشحال کند، میتواند مرد غضبناک کند. یعنی اگر در چهره زن تبسم باشد، ریزاگی باشد، حرمت باشد، مرد خوشحال میشود. دویم گفت زنی خوب زنی هست که مرد او را اگر بر یک کار مشغولش میکند میاد که کار انجام داده است، یعنی امر مرد که اجرا میکند. سیوم هرگاهی که زن مرد اگر نباشد زن در نبودن او خیانت نمیکند. اینها بهترین زنها حضرت گفتن اینها هستند. خواهرای عزیز میدونید که چقدر شما در این کار بدبختید. ولی این آدمی که من سوال داده است این تنها نیست. امروزها ولی سوالها هم در دوام هست. تلفن هم برادرای ما زنگ میزنند. بابای حاجی 3 فرزند دارم، بابای حاجی 2 فرزند دارم، بابای حاجی 5 فرزند دارم. زنم برآمده دنب کدام مرده که دیگر را گرفته است. زنم با همسایه با تلفن صحبت میکرده است. زن من مقصد با فلانی مرد دیدم. آیا مقصد من به اینها چی مصلحت بتون خواهر عزیز؟ ای خدا بترسید. تو میدانی که علم یعلم بان الله یرا. خدا میگه میدانی که ای انسان تو همیشه در نظارت منی، من تو را دائم نگاه دارم. شرم نمیکنی که وقتی تو با مرد بیگانه در حالت زینای و الله مهربان تو را تماشا دارد، برای تو گناه می نویسد و روز قیامت چگونه در حدیث ها آمده است شما را آویزان میکنند و شما را با همون شلاق های آتشین عذاب میکنند. زین لحاظ شما برای این کار کردگیتان توبه کنید. به سوی خدای مهربان آبی چشم کنین، زاره کنین، تولا کنین که مقصد من در همین روزی بدبختی من بده است، روزی ناسپاسی من بده است، روزی نافرمانی من بده است، روزی ناشکری من بده است، روزی آلوده و حرام کردن زندگی من بده است. خدای مهربان مرا ببخش، خدای مرا عفو کن، خدای گناه مرا ستر کن، خدای مرا در دنیا و آخرت شرمنده نکن. گفته تو از پروردگارت عذرخواهی کن و به این کار دست نزن.
برای همین ببین که چقدر گناه همین وزبینه که در اسلام زنی شوهردار یا مردی زندار اگر زنا کنند تا مردنشونه اونها را سنگسار میکنند تا مردنشونه. برای همین خواهرای عزیز، برادرای خیلی عزیز، هیچگاه دست به این کار حرام نزنید. هیچگاه دست به این کار حرام نزنید. زیرا بسیار من در اینجا کتابی دارم در باب زنا هم بسیار حدیثای آورده است. اولا آیت آمده است از خدای مهربان میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. الله مهربان در سوره اسراء میگه شما هیچگاه به زنا نزدیک نشوید. این خداوند چقدر ذات مهربانه. ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید، شما به این کار حرام دست نزنید. چی با الله چی میگه در دامش؟ انه کان فاحشه و ساء سبیلا. زیرا این زنای تو میگه دنیا را کلید میکنه. میدانی آفت و عذاب خدا را در روی دنیا میاره. برای دیگر بنده ها هم مشکلات هایی که ایجاد می شود از پشت زنای ته هست میگه. و این بسیار بدراه هست. برای همین در روی دنیا، در روی زمین، هرگاهی که این عملهای زشت که زیاد شد چقدر عذاب خدا هم بر بالای بندگانش زیاد می شود. زیلیاز از پشت بعضی نفرهایی که گوییم دست به این کار حرام میزنند چقدر آفت، چقدر مشکلات، چقدر سختی به سر مردم می آید. حدیثی که دیگر آمده است. خب میگه کما ورد فی الزبور مکتوبا، در کتاب زبور حضرت داوود میگه نویسانده شده است این الزنات معلقون بفروجهم فی النار یضربون علیها بالسیاط من حدید. میگه در کتاب زبور نویسانده شده است که هر نفری که اگر در دنیا زناکاره، خواه مرده، خواه زنه، اونها را میگه از همو فرجهاشون آویزان میکنن و با قمچینهای آتشین، آهنین اونها را عذاب میکنن. اینکه عذابهای آخرت چگویی؟ پیامبر میگه ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم شیخ ضانی ملک کذاب و عائل مستکبر. 3 نفر در روز قیامت بسیار عذابی دردناک دارند. یک نفری اون برادر عزیز نفری است که در دنیا دست به زنا زده است. برای همین تو یک لحظه ای که با فکری خودت معیشت کردی، استراحت کردی، ولی تو میدانی که با یک لحظه معیشتی حرامی تو چقدر در جامعه عذابها و سختیها و نارساییها پیدا می شود از پشت همین کارهای حرام. سوال دیگر. بابا جان، من یک مخلص شما از ناحیه اشت. سال 2018 آیله دار شدم. بعد 4 ماه با همسرم به روسیه رفتیم و خواستیم که همسرم ضیق نشود. خواهرش را آوردیم. همه را بعد 1 سال
همسرم را به وطن برای دیدار پدر و مادرش روان کردم. بعد برگشتن تماما دیگر شد، از سببی که هر بار حامله می شد طفل پیش از تولد می افتید. من بسیار دلتیش می کردم و زیاد دوستش می داشتم. آهسته آهسته شروع به سخنهای قبیح کرد و خواست که از من جدا زندگی کند. زیاد فهماندم که اینجا ملک بیگانه است، تنها زندگی کردن ناممکن است. او گوش نکرد، برآمده رفت. به پدر و مادرش خبر دادم، گفتند 1 دقیقه در نزد تو نمی ایستد. بعد 3 روز ناپدید شدنش یک سحر زنگ تلفن شد و دوگانه‌اش گفت همسرت خواب دیده است و سخت ترسیده است، گم شده است. من زود به جایی که گفتن رفتم. او را به بیمارخانه به نزد مولای مسجد بردم، اما او گپ نزد. پولی بسیار کلان صرف کردم، لیکن بیفایده بود. مولای مسجد زنگ زده گفت که این نیرنگ میکند، تو زیق نشو، او خوب است. باور نکردم. بعد چند روز به مصلحت دادرم پیش از کار رفتن خب ثبت کنکی پنهانی گذاشتم. بعد از کار آمده دیدم که با پدر و مادرش با گنگی صحبت میکند، اما بعد او با 3 مرد دیگر بسیار صحبت عاشقی میکند. حتی با طریق تلفن عکس‌های عریانش را هم روان کرده است. من بسیار عصبی شدم. جوابش را دادم. خدا به ما تنها فرزند نداد، دیگر از همه چیز تامین بود. بابا جان گوید که آیا من گناهکار شدم نزد خدا؟ من بسیار کوشش کردم، اما خیانتش را بخشیده نتوانستم. در آخر در حقم دعا کنید خدا گناهم را بخشد. فکر میکنم شما گوش کردین، اگر چندی که بسیار مکتوبش بگیم درازی بد بود، ولی علای مهربان این دادر ما را همه مشکلاتش آسان کند. حقیقتا اینقدر بدبختی که از دست این زن به وجود آمده است، دل خانفر، نه تنها این دل خانفر کسی باشد با این خیل زن زندگی کردن برای خود هیچگاه نمی پسندد. برای این دادر ما هم با این زنی که مقصد با همه شرایط تأمین کردن برای عائلم، مقصد زیق نشدن، خواهری او را در یک ملک مردم برده و اینها را از خوراک از جای تأمین کردن، بازم همین که این آدم ناشکری کردن، بازم همین که این آدم به قدر این شوهر نرسیدن، اینها همو زیبنده طلاقند. من اگر چنده که هیچگاه بسیاری ها را فتوا به طلاق نمیتیم، لیکن وقتی این قدر نیرنگ ها 3 روز و 4 روز گمشیدن، خود به گنگی انداختن، صورت های عریان تا به دیگر مردها روان کردن، زنی که خانت، زنی که شوهر دارد. من فکر میکنم هر یک شوهرداری را گوش کند هیچگاه از طلاق دادن این آدم نفرتش نمیاد، میگد آفرین خدا خیرت که از این خیل زنی بدبخت خلاص کردی. خدا برای این دادر عزیز بسیار کاری نیک کردی، کاری ثواب کردی با این خیل آدمای، یعنی شاید که خداوند به تو که ترحم داشت، خدا که تو را یکی بنده های خوبش میدانست، مقصد از این خیل زنی که به تو لایق نبود تو را از این جدا کرد. برای این تو گناهگار نیستی. کاش که همین توفیقی ترا، کاش که مقصد همین محبتی با خدا داشتگی ترا این زن می داشت، انشالله زندگی شما گل میشید. لیکن حاضرم که باشد کاری خطا نکردین، کاری درست کردین. خب من صاحب 4 فرزند از سبب بی‌شرایطی عقیقه نکردم. آیا گناهگار می شوم یا نه؟ خواهرها و برادرای عزیز، عقیقه یعنی وقتی که بچه تولد می شود یا دختر تولد می شود، در مذهب خودمان حکم مستحب دارد.
یعنی اگر انجام تیم ثواب میگیریم، انجام نتیم گناهکار نمیشه. برای همین این امر مهمی نیست خواهر و دادر عزیز. با کردن ناکردنش شما ثواب میگیرین ولی با نکردنش گناهکار نمیشین. وقتی که با اگر امکانیتاتون نباشد، شرایطاتون نباشد، شما در این حالت هیچ گناهکاری ندارین. هرگاهی که دستاتون رسید، شرایطاتون که شد، مقصد برای خاطر این نعمت خدا را که در دستان رسیده، شما یگان کاری نیکی را، یک کاری خیری را، یک احسانی را انجام تین، انشاءالله شما به ثوابش میرسین. اینجا در انشاءالله من صحبت ما تمام میکنم. خدا خواهد انا باز هم سوال هایی که در پیشم زیاد هستن، از بس که من در شرح حدیث با شما بسیار صحبتی دراز کردم. خدا خواهد صحبت آینده که بعد این میکنم فقط و فقط من به شما سوال و جواب میکنم دیگر. یعنی مقصد برای که سوال ها خیلی زیاد موندن، از این لحاظ چیزی که قید کردم معنای حدیث هم برای ما بسیار مهم بود. خدای مهربان ایمانمون کامل، خاتممون بخیر. الله مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.